سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز شنبه 17 نوامبر همراه شما. رئیس FSB و یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه گفت سقوط هواپیمای مسافربر کشور در مصر نتیجه عملی تروریستی بوده است. الکساندر بورتنیکوف رئیس FSB در یک نشست با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شام 16 نوامبر گفت بعد ترکش بمب خودساخت هواپیمای روسی در آسمان پاره شده است. هواپیمای مسافربر ایرباس A321 شرکت متروجت روسیه روز 31 اکتبر در نیمجزیره سینای مصر با 224 سرنشینش سقوط کرد. تقریبا همه مسافران هواپیما شهروندان روسیه بودند. ولادیمیر پوتین در این نشست گفت: ما عاملان حمله های تروریستی در هر کجایی که پنهان نشوند پیدا میکنیم. ما آنها را در هر گوشه دنیا که نباشند میابیم و جزا میدهیم. یک سازمان افراطگرای شریک گروه دولت اسلامی مسئولیت این بمبگذاری را بر دوش گرفت. ولادیمیر پوتین همچنین گفت کشورش از این بعد بمباران موضع‌های گروه دولت اسلامی را شدت میبخشد. و در پی حمله های خونین به پایتخت فرانسه شهر پاریس، مقامات انتظامی در تاجیکستان هم تدابیر امنیتی را تقویت بخشیدند. امروزها در شهر دوشنبه حضور ماموران ملیسا بیشتر به نظر می رسد و بنا به گزارش ها پاسبانی انشاءات مهم تاجیکستان را نیز قوی تر کردند. ساکنان دوشنبه می گویند هیچ کشوری از تروریسم امین نیست. تروریسم کشور ندارد، سرحد ندارد، ملت ندارد. تروریسم میتواند مقصد ناپاکش را در همه جا عملی سازد. ما هم استثنا نیستیم. حالا در دیدبانگاه‌ها در قطار کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی همچنین سربازان مسلح را هم میتوان مشاهده کرد. وزارت امور داخلی میگوید مقامات انتظامی مثل همیشه برای تامین ترتیبات و پیشگیری از جنایت و جنایتکاری سفربر شدند. مقامات بانک جهانی در یک نشست در شهر دوشنبه گفتند کم شدن انتقال پول مهاجران و پایین رفتن قیمت محصولات صادراتی تاجیکستان سرعت رشد اقتصادی کشور را سست کرده است. در این نشست در روز 17 نوامبر گفته شد که پول مهاجران سرچشمه اساسی درآمد خانواده‌های تاجیکستان است و کاهش انتقال پول از روسیه به مردم میتواند زندگی اهالی را بد کند و سبب به ورطه کم ویزاتی افتادن آنها شود. از این رو به گفته کارشناسان بانک، حکومت تاجیکستان باید اصلاحات اقتصادی را درست ادامه بدهد. در این وضع مشکل اقتصادی حکومت باید اصلاحات اقتصادی را فراموش نکند. اصلاحات باید برای معتدل کردن وضع ماکرو اقتصادی و هم مستحکم کردن اقتصاد کشور در برابر تکانهای خارجی روانه کرده شود. بانک ملی تاجیکستان میگوید در 6 ماه گذشته امسال مهاجران به تاجیکستان تقریبا 290 میلیون دلار فرستادند که نسبت به 6 ماه سال 2014 42% کمتر است. در شهر دوشنبه نمایشگاه هفته تحصیل بین المللی ادامه دارد که به خواهشمندان راه‌ها و امکانات تحصیل در خارج از تاجیکستان را نشان می‌دهد. در نمایشگاه که روز 16 نوامبر در مرکز اسماعیلیه دوشنبه شروع شد و تا روز 20 نوامبر ادامه می‌کند، موضوعات گوناگون تعلیمی و راه‌های داخل شدن به دانشگاه‌های خارجی بررسی می‌شود. در رسم افتتاح هفته تحصیل بین المللی که سفارت آمریکا یکی از برگزار کنندگان آن است، حدود 500 نفر از دانشجویان و طالب علمان شرکت کردند. عین زمان در دانشگاه‌های خارجی بیشتر از 30,000 دانشجوی تاجیک تحصیل می‌کنند و تنها در یک سال اخیر 4500 جوان برای تحصیل به خارج رفتند. ماریا یکی از خرس‌های معروف در دوشنبه که در گذشته در پایتخت با صاحبش آزادانه سیر و گشت می‌کرد، حالا به یکی از جانوران دوست داشته‌ترین باغ حیوانات تبدیل شده است. ماریا از 14 خرس این باغ فرق می‌کند زیرا هنری رقص دارد و با درخواست مردمی که به دیدنش می‌آیند حرکات جالب انجام می‌دهد. صاحب ماریا بابای طلبشاه که خرس را رام کرده بود 3 سال پیش درگذشت و خانواده او ناچار ماریا را به باغ حیوانات دوشنبه سپردند و گزارش کامل درباره این خرس نادر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم ضمیمه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.